جمال و جلال در خدای متعال وجود دارد. یعنی همه صفات ارزشمند باید در خدا باشه و هر صفتی که دال بر نقص خدا هست از خدای متعال بله منزه است. درست شد؟ قدرت ان الله علی کل شیء قدیر، علم ان الله علی کل شیء علیم، رحمت الرحمن، رحیم بودن، همه صفات شایسته در خدا هست. اما هر چیزی که دلیل بر نقص باشه در خدا نیست. لذا شما در نماز هم رکعت سوم و چهارم وقتی بلند میشید اولین کلمه که میگید چیه؟ سبحان الله. یعنی چی؟ سبحانه یعنی چی؟ منزه از خدایی. از چی؟ از هر عیب و نقص. درست شد؟ پس هر نوع فضیلتی که ذهن آدم میاد و عقل او رو میپسنده در خدا وجود. یکی از صفات‌های ارزشمند همین صفت سبب ساز بودن و سبب سوز بودن. یعنی جاهایی که به عقل بشری کاری ممکن نیست، خدا اون کار به ظاهر غیر ممکن رو ممکن سبب سازه. بعضی چیزها که به ظاهر به ضرر باید تمام بشه، خدا اونجا سبب سوزه، یعنی زمینه ها رو از بین میبره تا کار به روال عادی انجام نگیره. پس خدا هم سبب سازه هم سبب سوزه. حالا مثال بزنم، میگه یه چیز در نظر بگیرید به عنوان عصای موسی. جایی که من بخواهم با این عصا سبب سازی میکنم. درست شد؟ یک جا میگه ما به موسی گفتیم موسی فضرب به عصاک. فضرب به عصاک. دو جا داریم. یک جا میگه فضرب به عصاک الحجر. بله؟ خب بابا سنگی که خشکه، سفت و سخته. درست شد؟ و اذ استسقا موسی لقومه، موسی دید که جماعت تشنه نیاز به چی دارن؟ آب دارن. بیابان. میگه ما به موسی به این عصا را بزن یکی تهجر. اینجا چیکار میکنه؟ سبب سازی میکنه. فانفجرت منه اثنتا زد 12 چشمه پدیدار شد. چون قوم موسی از 12 قبیله بودن، برای هر قبیله یک چشمه ظاهر شد. درست شد؟ اینجا خدای متعال چی درست کرده؟ سبب سازی. یعنی چیزی که به ظاهر شدنی نیست، خدا میگه وقتی من اراده کنم بله کن اینجا خدا سبب سازی. اومده دم غار ثور، خدا جان پیغمبرش رو با چی حفظ کرد؟ تاره عنکبوت. یه چیزی که به ظاهر تو عقل بشری نشدنیه، میگه من با تار عنکبوت جان پیغمبرم رو حفظ میکنم. این میشه سبب سازی. درست شد؟ یه جا خدا به موسی میگه ما به موسی گفتیم فضرب به عصاک البحر. هر دو تا به اساس دار. یک جا خدا میگه من با این عصا سبب سازی میکنم، از دل سنگ آب در میارم. یک جا میگه با همین عصا من سبب سوزی میکنم، یعنی چیزی که به ظاهر شدنیست من نشودش میکنم. خب آقا الان ظاهر ورود به دریا چیه؟ غرق شدن. بله؟
میگه من این غرق شدن رو میسوزونم، میگیرم. چجوری؟ تو اصحا رو بزن از فرقنا بکمل فانجینا. فرقنا یعنی سبب سوزی. درسته؟ ما آب را چکار کردیم؟ شکاف جدا کردیم. مثلا خاصیت آب چیه؟ باید به هم پیوسته باشه. خاصیت آب این اگه کسی توش افتاده باید غرق بشه. من خدا وقتی اراده بکنم سبب سوزی میکنم، یه آب را از هم جدا میکنم. فانجینا، شما رو نجات میدم. فرعون که پشت سر شما اومد سبب سازی میکنن و اغرقنا آل فرعون. شما بنی اسرائیل هم سبب سوزی رو دیدی، آب و شکاف، هم سبب سازی. درست شد؟ پس خدای متعال هم سبب ساز است، هم جناب ابراهیم تا چند سال منتظر ولد بود، فرزند بود، بالای 90 سال. درست؟ صاحب فرزند شد یا نشد؟ خدا اسماعیل رو بهش داد یا نداد؟ در چند سالی بالای نرسید. طبق روال عادی نمیشه. بله؟ دیگه آقا مردی که از 70 بگذره دیگه بله از کار میفته. خدا میگه اگه من بخوام پیرمرد 90 ساله رو مثل جوان 20 ساله میکنم، بچه دارش میکنم. نه تنها اسماعیل دادم، بعد پشت سرش چی دادم؟ اسحاق هم بهش دادم. درست شد؟ زکریا چی گفت؟ واشتعل رأسی، خدا این خوی سرسید، صورتم سفید شده اما کسی نداره. درست شد؟ خدا گفت نامید نباش، به تو هم میگه خانمش تو شنیده با من انا عجوز، من یه پیرزن، من میخواد صاحب فرزند بشم. خدا فرمود من اگر اراده میکنم سبب سازی میکنم. بله به زکریا به پیامبر یحیی رو میده. تازه یه پسری بهت میدم که قبل از او نامش هم نو باشه. قبل از یحیی هیچ کس تا به حال اسمش یحیی نبود. همه جوره تازه هست. پس این میشه سبب سازی. اما اگر خدا بخواد سبب سوزی هم، شما این شب یا دیروز یا امروز با خبر شدید یک هواپیمای آواکس آمریکا چقدر قیمتشه؟ 700 میلیون دلار. با چی زدیمش؟ با یه پهپاد شاهد. آقای باید چقدر بتونه بشه؟ 20,000. آیا همیدی ایران بودی موتور گازی رو دیدی؟ ایران میگه این غرغر میکنه راه میده. این پهپاد من میگه غرغر میکنه راه میده. درست شده؟ خدا میگه اگه من بخوام سبب سازی میکنم. با یه پهپاد 20,000 دلاری یا هواپیمای آواکس 700 میلیون دلاری جا میکنن. میگن این چشم آسمان تا 400 کیلومتر از جلو همه جا میگن. خدا وقتی بخواد سبب سازی بکنه با یک پهپاد 20,000 دلاری هواپیمای 700 دلاری رو از بین میبره. چرا؟ چون یک جماعتی که عقیده رو داشته باشن کم فئت قلیله غلبت فئت کثیره. بله شما زر دارید، زور دارید، اما خدا ندارید. ما زر و زور آنچنان نداریم، اما خدا داریم. درست شد؟ ید الله فوق و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. درست شد؟ اینقدر به شما آبرو میدیم
تصمیم گرفته بودن بیان با زدن رهبری ملت رو بشورونن و حکومت رو چند روز. شما دیروز شنیدید چند میلیون نفر تو آمریکا، بیش از 30,000 شهر، نزدیک به 9 میلیون نفر اومدن. خواستید برای جمعیت اندک این کار انجام بدید، اون حیله و نقشه‌ش رو به خود شما برمیگرده. من خداست، هم سبب سازم هم بله. شما بسید ملت بیاد، بله اومد تو ایران، ملت اومد از خونه بیرون، اما نه بر علیه حکومت بلکه بر تایید. نزدیک 30 شب الان میان میگن کف خیابان با ما، میدان با شما. او از مندم بر میداره، میگه من حاضرم تمام ثوابهایی که تو میدان هستم برای 1 ساعت حضور شما که تو خیابان هستی عوض کنم. خدا میگه من یه تعریف قلوب داره میکنم بین مردم و علف بین قلوبکم. این تعریف قلوب کار منه. شما میخواستید تفرقه بندازید، من تعریف قلوب. این تفرقه رو کجا آوردم؟ برای خود. درست شد؟ امروز این بحث سبب سازی و سبب سوزی باید تبدیل بشه. خدا اگر اراده خیلی به یک جمعیتی بکنه، از آسمان و زمین نعمت رو براش. عزیزان، امروز کشور شیعه ایران با 1 ابرقدرت 2 ابرقدرت در کازار نیست، با چندین کشور. فکر کردید تو الان این یعنی چی؟ چه محاسبه و معادله‌ای هست؟ بله؟ هر روز شما دارید میبینید یک کشوری داره خطت تصور موشک میزنه فقط تو همون شدنی نیست. حاضر میگه دیروز یک تونلی نشون دادن از یک سری پهپادها و موشک ها، میگه تازه یکی رو ما نشون دادیم. عنایت فرمودید؟ اراده خدا وقتی تعلق میگیره، یک کشور با جمعیت کم چی میشن؟ عزیز میشن. زندگی که این کشورشون یه آقا بود، یه خانم بود، تمام سرمایه من یک وسیله نقلیه است، اومد اینو فروخت برای کمک به ملت مسلمان. کی این دلها رو داره متوجه میکنه؟ بله؟ من و شما نه. یا مقلب القلوب والابصار. این یا مقلب القلوب والابصار همین سبب سازی دیگه. این منم که قلب‌ها رو متوجه شما دارم، منم که متوجه شما میکنم. حول حالنا یعنی چی؟ یعنی این سبب سازی است دیگه. دلها رو متوجه شما داره میکنه. بنده این کلمه عصای موسی تو قرآن اومده، یک جا مظهرش سبب سازیه. درست شد؟ از سنگ آب در میاره، سبب رو زمین رو جور میکنه. یک جا سبب سوزه، یعنی آب دریا که خاصیتش غرق کردنه، این از حالت غرق کردن در میاره. نمونه دیگرش چی گفتم؟ تار عنکبوت، این سبب سازیه. نمونه دیگرش چیه؟ آتش بر ابراهیم، این سبب سوزیه. خاصیت آتش این بود که جناب ابراهیم تبدیل به خاکستر بشه. اما وقتی من خدا بخوانم و قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. درست شد؟ تو بعضی روایت داره میگه چرا خداوند گفت بردن و سلاما؟ میگه اگه این آتش سالم نبود و بردن بود، ابراهیم یخ میزد. بله؟ داره این سرمای سوزناک اذیت میگه آدم، اما یک سری بادهای خنک بهاری دارید. اینو میگم بردن و سلام، هم خنک
هم برای بدن سلامتی میاره. دقت کردید؟ میگه ما آتش رو برای ابراهیم بردن و سلام. پس آتش بر ابراهیم رو خدا سبب سوزی کرده. دریا رو بر موسی سبب سوزی کرده، اما وقتی عصا رو میزنه به سنگ سبب سازی میکنه. تار عنکبوت سبب سازی، یعنی چیزهایی که به ظاهر نشدنی است خدا شد میکنه، میشه سبب سازی. اما بعضی چیزهایی که به ظاهر باید انجام بگیره خدا اون اثر رو از اونها میگیره، این میشه سبب سوزی. این برمیگرده به عقیده که آیا ما عقیده به سبب ساز، به سبب سوز بودن خدا داریم یا خدایا به محمد و آل محمد رسول. هر لحظه از عمر ما میگذرد بر عقیده ما نسبت به خودت بیفزای. آمین. توفیق ایمان و عمل صالح به ما مرحمت بفرما. بندگی همراه با اخلاص به ما مرحمت بفرما.